تعالی یک عادت دیگه، یک علت دیگه موضوع اعتقادی، عادت جاهلا را که قرآن معرفی میکنه پیش الله. جاهل کی است؟ کسی که معبود خود پدرای خود گرفته. بسیار چی است؟ بسیار دیگه می رواج پرست است. این از پدرای ما مانده، این از مادرای ما مانده، این رواج ماست، این عادات پدرای ماست. پدر کلانای ما این کار کردن. این الله متعال میگه کسی که این عادات پدرها را میگیره، پدرای بیدینه که اونا خودشان دینه نمیفهمیدن، رواج از اینا را میگیرن. این عادت جاهلیت است، پدر سالاری. و اذا قیل لهم، و هنگام قیل گفته شود بر این مردمای جاهلیت مشرک بیدین، تعالوا بیاین الی ما، با آنچه که انزل الله نازل کرده، و آنچه که و الی الرسول، و بیاین پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی بر ازنا گفته بیاین پیش قرآن، بیاین احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما ببینیم قالوا همین مردمای جاهلیت چی میگن؟ حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، کافیست بر ما چیزی که پدرای ما کردن، ما نمیتونیم. شما از کجا شدین که حالا آمدین قد سال دیگه قرآن نبود، سنت نبود، این کارا را اینمی از پدرای ما، از پدر ما اینمی شرکیات و کفریات، اینمی نظره ها و اینمی گپا مانده. حسبنا کافیست بر ما آنچه که وجدنا علیه آباءنا، پدرای ما را. الله متعال میگه چی میگه؟ الله متعال میگه اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. فکر کنین، اولا کان آباؤهم، اولو کان آباؤهم، آیا تو نبود که همین پدرایشان، همین مادرایشان، همین مادرکلانا و پدرکلانایشان لا یعلمون شیئا، قرآن از روی خوانده نمیتونستن. شما خودتون بابا کلانایتون یک دفعه تجربه کنین، قرآن اگه از روی خوانده تونسته است، در یک سوره فاتحه 20 جای غلطی میکنه. باز خودش هم میگفت بخینی آذان بده، نه 11 جای در آذان کفر است، 11 جای در آذان کفر است. انا لله، در حالی که در آذان کلش توحید است. الله اکبر میگنی توحید است، الله بزرگ است، توحید است. اشهد ان لا اله الا الله، توحید است، توحید ربوبیت است، الوهیت است، کلش در آذان است. یا میگه نه در آذان 11 جای کفر است. این الله متعال میگه که این مردم از پدرای خود پیروی میکنه، او پدرایی که تو کافر بودن که پیش مجسمه لنین رکوع و سجده میکنن، تعظیم میکنن، پیش لنین سجده میکنن، پیش فوتبالرایش پیش مجسمه یوکوهاما رکوع میکنن. پرسانش کنید ریش سفید شده. والا یک دفعه ژاپن رفتم، چی کردی؟ یک مسابقه بود. باز چی کردی مسابقه؟ اول که میرفتیم تو کله خدا پایان کردیم، گفتیم چی کاراتم تو کله خدا پایان کردیم پیش مجسمه چی؟ مجسمه اونمو بت‌هایی که امی سپورت ها رو چی کرده؟ کشیده. حتی کلمات کفری هست. باز میگه والا پدرای ما میره بسیار چیز داشتن، پدرای ما. اولو کان آباهم، الله متعال میگه آیا چونی نبود که پدرانشان لا یعلمون شیئا، هیچ چیز نمیفهمیدن، نه از قرآن معلومات داشتن، نه از سنت معلومات داشتن، نه از کتاب تورات و انجیل معلومات داشتن، نه هم از عقیده ابراهیم علیه السلام معلومات داشتن. ولا یهتدون، و اونا هدایت هم نشده بودن، خودشان در کفر مبتلا بودن. چیست علامت کفر پدرای ما؟ مثلا در افغانستان علامت کفر پدرای ما و شما که تاریخ 5000 ساله داریم، ما و شما تاریخ 5000 ساله داریم، 1400 سالش اسلامی است، چند سالش کفری میمانه؟ 3600 سال کفری هست. این پدرکلانان ما که 3600 سال کافر بودن، علامت کفریشان چی بود؟ دلشان یخ نکرد که بتکای خرد جور کنن، رفتن یک کوی کلان در بامیان بستک سنگ کوره بت جور کردن. این علامت چی هست همی بت بامیان؟ علامت کفر است نیست؟ علامت کفر است. این مجسمه هایی که در موزیم هست، در این موزیم ها گذاشته شده است، این علامت چی هست؟ آثار تاریخی کافرها هست، آثار تاریخی کافرها هست. الله متعال میگه اینا هدایت نشده بودن، خودشان بت پرست بودن، آتش پرست بودن.